برای اینکه یاد بگیریم چجوری گیتارمون رو کوک کنیم، اول از همه وارد برنامه این که اسمشو میارم بشی، چون میخوام سریع بگذره دیگه اسمو نمیخونم. وارد میشیم، حالا میزنیم لیتر. بعد ای رو انتخاب میکنیم مثلا به عنوان سیم ای و بعد گیتار رو، الان این کوکه، مثلا من کوکش رو به هم میریزم، بعد صافش میکنم کم کم. خب و به ترتیب همه اینا رو اینجوری انجام میدیم. خب آموزش امروز دقیقاً اون دوربین قطع شد. آموزش امروز دقیقاً به همین راحتی بود، ولی این راحتی فقط برای 2 دقیقه و تقریباً 15-16 ثانیه است. ولی اگه بدونید که آوردن این وسایل، این گیتار، بذارید من یه ویدیو بگیرم، دوست دارم شما حال و روز اینجا رو ببینید که چه جوریه و چقدر وسیله لازمه تا همچین ویدیویی در بیاد. ولی حالا عکسش هم میذارم که چقدر با موتور سخت اینا رو آوردم. میخواستم 4 تا گیتار بیارم همه رو با هم دیگه تست کنیم، ولی این محدودیت حمل و نقل، چون تنهایی مجبور بودم ویدیو بگیرم، نتونستم همه رو بیارم اینجا. اگه لازم شد مقایسه 30-40 و این داداشمون 30-70، حالا یه 30-70 دیگه این سیمش فعلا مشکل داره میذاریم، یا حالا گیتارهای پارسی و گیتارهای دایموند میذاریم چیزاشو توی چنل. مطمئنم اگه میدونستید چقدر زحمت پشت همین 3 دقیقه است، حتما چنل رو ساب میکردید، کامنت انگلیسی میذاشید، لایک میکردید. در کل ممنون که تا اینجای ویدیو رو دیدید، همینش به من خیلی انرژی میده. تا ویدیو دیگه فعلا خداحافظ. این دوربینم که خاموش شد، بیا، اینم از مصیبت های ماست.